کوچولو متفاوته با ویدیوهای دیگه. این ویدیو اولین ویدیوی با هم آماده شیم بریم باشگاه که اگه استقبال بشه قول میدم پارتای بعدی هم براتون بذارم. حالا میخوام بهتون نشون بدم که چی میخوام بپوشم امروز و اینکه توی ساک باشگاهم چیا میذارم. خب بین این سه تا ست گیر کردم، واقعا نمیدونم کدومو بپوشم، ولی بیشتر دلم پیش این سبز است که لگش با خودش سته. خب آقا من پوشیدم، خیلی خوشگله، واقعا دوستش دارم. دقیقا همون ستیه که عکس پروفایلمو باهاش گرفتم. میخوام با این هد سبز ستش کنم. توی باشگاه البته هدمو در میارم، ولی فعلا جلوی دوربین هدمو میزنم. یا اینم از هدم که عاشقش شدم، واقعا انگار این هدو برای این ست دوختن، خیلی به هم اومدن. من میمیرم برای رنگ سبز. کلا همه دوستان میدونن دلارام اگر رنگ بود قطعا سبز بود. اصلا رنگ سبز میپوشم بهم حس زندگی و امید میده. کلا خیلی حس خوبی بهم میده. برای جورابم مثل همیشه کلا من 99% مواقع جوراب سفید و کتونی سفید میپوشم، خیلی کم پیش میاد جوراب رنگی بپوشم. حالا بریم با هم که ساک باشگاه رو ببندیم. خب حالا بعد از گریه و زاری برای تموم شدن این دوست عزیزمون، فکر کنم فقط 2 تا اسکوپ بیشتر توش نداشته باشم. یه اسکوپ برمی‌داریم میریزیم توی این، ببین اینجوری میریزی توی این بندی به زیر شیکرت. خب این اولین چیزیه که ما میذاریم توی ساک باشگاه. دومین چیز کتونیه، درشو ببندید و بذارید توی ساک باشگاه. این 2 تا دوست عزیز، کارتای اعتباری هر ساعتی که دارید و ایرپاد و قطعاً یه دونه حوله، چون دستگاه‌های باشگاه خیلی کثیفه و ممکنه آسیب ببینه پوستتون. خیلی دیرم شده، من دیگه میرم باشگاه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.